شهر بیشکک میزبانی قهرمانی آسیا اقیانوسیا در رشته جودو می شود که در آن 11 ورزشکار تاجیک اشتراک می کند. در قرعه کشی انجام شده رقیبان جودوکاران ما معین شدند. تفصیلات در گزارش. 11 جودوکاری نامدار کشور که در میان آنها 3 بانوی جودوکار نیز هستند در قهرمانی آسیا اقیانوسیا اشتراک می نمایند. این مسابقات در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان دایر می شود و بر اساس قرعه کشی صورت گرفته رقیبان ورزشکاران تاجیک معین شدند. در میان بانوان در وزن تا 48 کیلوگرم کاکی وانگ از کشور چین رقیب هموطنی ما شکرانه کرچییوا گردید. در وزن تا 52 کیلوگرم باشد رقیب گردآفرید تاجیک اهلیه مومینووا جودوکار بانوی ترکمنستان گلبادام بابامورادووا شد. نهایتاً گل دختر تاجیک فضیلت گلبایوا در اولین رقابتش با تینکا ایستان از کشور استرالیا نیرو خواهد سنجید. در میان مردان نیز جودوکاران معروف تاجیک اشتراک می نمایند که طبق قرعه کشی انجام شده در وزن تا 73 کیلوگرم سامان محمد بیکف با احمد ایاش از کشور یمن اندر میدان رقابت می شود. در وزن تا 81 کیلوگرم دو ورزشکار تاجیک برآمد کرده اکمل مرادوف با خلیل رباهی از کشور قطر و حق نظر نظروف با مونجینلی از کشور کره جنوبی اولین نیروسنجی هایشان را دایر می کنند. کامران شاه اوستاپیریان در وزن تا 90 کیلوگرم با شاتلک تورایف از کشور ترکمنستان و در همین وزن همچنین جهانگیر مجیدوف با دولت بابانف ازبک قوه می آزمایند. در وزن تا 100 کیلوگرم رقیب منصور رحمان تاجیک کایخان اوزچیچکی تاکاگی از کشور استرالیا گردید و نهایتاً در وزن به اضافه 100 کیلوگرم هم دو ورزشکار تاجیک هنرنمایی میکنند و در دور اول کرمبیر از کشور هندوستان با تیمور رحیموف و ادیشر یوسوفوف از کشور ازبکستان با خورشید مجیدوف تاجیک زور می آزمایند. یادآور میشیم در قهرمانی آسیا اقیانوسیا که از 6 تا 9 اپریل دایر میگردد 215 ورزشکار از 30 کشور جهان اشتراک می نمایند و جایزه داران این مسابقه صاحب امتیازهای المپی میگردند.